اگه بهت بگم که 20 ساله داری آب اشتباه میخوری بهتر نمیخوری. تو این ویدیو میخوایم راجع به آداب آب خوردن صحبت کنیم. چند تا نکته‌ای که تا حالا نشنیدید. چجوری آب بخوریم که بهترین استفاده رو بدنمون ببره. چجوری آب بخوریم که مفیدترین و بهینه‌ترین حالت ممکن باشه. آب خوردن تنها حرفی که همه میدونن و خیلی شنیدن روزی 8 لیوان آبه که این هم خودش غلطه و بعداً توی ویدیو دیگه راجع بهش صحبت میکنم. اما چیزای دیگه کمتر شنیده شده. مثل اینکه اولا چه آبی رو ما باید بخوریم. وقتی میگیم چه آبی رو باید بخوریم همه به این فکر میافتن که خب مشخصه آب شهری، آب لوله کشی، اگر در دسترس نبود آب معدنی. اولا اینو بدونید که آبهای معدنی همشون یه جور نیستن. بعضیاشون صرفا تصفیه شده آب شهری هن. بعضیاشون آب معدنی چشمه‌های خیلی خاصن که واقعا مثل دماوند از آب خود چشمه‌های دماوند گرفته شده و بعضی هم حالتهای دیگه دارن. اما آب شهری همیشه برای ما مفیده. ببینید بچه آب شهری 90% آلاینده ها رو به خودش میگیره، اما ممکنه بعضی از آلاینده ها مثل سرب، مثل میکروپلاستیک ها و یک سری عوامل باکتریزا ازش عبور کنن. خب چاره چیه؟ آب تصفیه شده استفاده کنیم. اولا که گرونه، دوما که فیلتراش باید مرتب عوض بشه، ولی جواب من مثبته. اگر امکانش رو دارید آب تصفیه شده تهیه کنید. اما اینجوری نباشه که همش از آب تصفیه شده استفاده کنید. یعنی چی؟ یعنی اینکه آب تصفیه شده بعضا فیلترهایی داره که کلسیم و منیزیم رو هم فیلتر میکنه. پیشنهاد من اینه که شما یک پارچه آب داشته باشید که 80% رو آب تصفیه شده پر کنید و 20% رو آب شهری. اینجوری هم باکتری های مفیدی که تو آب شهری هست رو دریافت میکنید و همین که در آینده دچار سنگ کلیه و سنگ مثانه و چیزهای دیگه ناشی از آب شهری نمیشید. خصوصا آب تصفیه شده برای سالمندا، برای خانم‌های باردار و برای بچه‌ها خیلی اهمیت داره. خب حالا متوجه شدیم چه آبی بخوریم. آب تصفیه شده به علاوه آب شهری اگر امکانش رو داشتیم. حالا یه جایی میریم که آب شهر دیگه است، یه جایی میریم که مهمانیم، یه کشور دیگه میریم، البرین میریم، عراق یا ترکیه میریم، توی یه کشور دیگه که آبش رو نمیشناسیم. این آب یه سری باکتری ها داره که برای ما ناشناخته است، ممکنه تو بدن ما بیماریزایی ایجاد کنه. چیکار کنیم؟ یا آب معدنی استفاده کنیم یا آبهای شهریشون رو به مدت 1 دقیقه بجوشونیم. جوشوندن 1 دقیقه‌ای آب شهری حدود 90% پاتوژن های باکتریایی رو از بین میبره، چیزی که به شما پیشنهاد میکنم. خب یه آب خوب اومد دستمون، میخوایم از این آب خوب استفاده کنیم جوری که همه ما آب میخوریم. این شکلیه، خیلی تند و سریع بدون وقفه. ولی این چیزی که درسته و نکته بعدی اینه که ما باید آب رو اولا نشسته بخوریم. تو همین حالتی که من هستم یا اگر دارم راه میرم هر جا، بشینم روی زمین روی 2 زانو و نشسته بخورم. این رو شاید شنیده باشید، این رو حدیث داریم که آب رو بهتره نشسته بخوریم. علتش چیه؟ علتش اینه که وقتی آب رو ما نشسته میخوریم آب با سرعت کمتری وارد مجرای گوارشی ما میشه و این سرعت کمتر باعث میشه جذب بهتر و پالایش بهتر داشته باشه. این تنها حدیث نیست، خود مقاله هم براتون بالا میذارم. این مقاله هم که از یک سایت معتبر گرفته شده و خودتون میتونید برید تحقیق کنید هم تاکید میکنه که آب رو باید حتما نشسته بخورید. پس آب رو نشسته میخوایم بخوریم. حالا بعد از اینکه آب رو میخوایم نشسته بخوریم چیکار کنیم؟ ما باید آب رو، نکته بعد، جرعه بنوشیم، نه قلوب قلوب. یعنی باید آب رو بمکیم. بهترین حالتش اینه که آب رو با نی بخورید. اگر نی نداشتید حالت عادی آب رو بمکید. آروم آروم آب رو بمکید. این آروم آروم دریافت کردن آب به جذب بهترش خیلی کمک میکنه و باعث میشه کلیه ها بهتر بتونن آب رو پردازش کنن. خب آب رو آروم آروم خوردیم. بهتره بین آب خوردنمون 2-3 تا فاصله بندازیم یا 2-3 تا نفس بگیریم. الان من آب خوردم، صبر کنم یه نفس بگیرم، دوباره
یعنی تو 3 قلوب آب رو بخوریم، ولی بهتون گفتم قلوب آب نخورید، جرعه آب بخورید. خب این از نکات ابتدایی. دمای آب چی باشه؟ آب بهتره همدمای محیط باشه. اگر کلی بخوام بهتون بگم، دمای محیطی دمای تعادلیه دیگه. آب باید ولرم رو به خنک باشه، نه خیلی یخ باشه و نه خیلی گرم باشه. نکته بعدی چیه؟ حجم یک باره آب رو یه جا نخورید. براتون مثال میزنم، مثلا بدن من به 10 لیوان آب نیاز داره. خب من صبح تشنگی بکشم، یه دفعه آخر شب که میخوام بخوابم 10 تا لیوان آب بخورم. این هم خطرناکه، میتونه به بدن آسیب بزنه و هم باعث میشه اون مقدار آبی که خوردم بیشترش دفع بشه تا بخواد جذب بشه. بدن ما، معده ما، کلیه های ما توانایی حجم زیاد پالایش کردن آب رو نداره به صورت یک دفعه و بهترین حالت اینه که در فواصل منظم روز و به صورت جرعه و آهسته آب بخوریم تا بهترین جذب و بیشترین کارایی داشته باشه. جای ممنوعی که اصلا نباید آب بخورید و الان میخوام بهتون بگم. 1. قبل از غذا، نیم ساعت قبل از غذا تا غذا. 2. نیم ساعت تا 1 ساعت بعد از غذا. و 3 که دیگه این رو همه میدونید، حین غذا خوردن. این 3 تا جا اصلا نباید آب بخورید، چون اسید معده شما رو رقیق میکنه و هضم غذای شما رو دچار مشکل میکنه. اگر اسید معده رقیق بشه دیگه اون پروتئین ها که باید به اسیدهای آمینه تجزیه بشن و غذاهای درشت که باید تبدیل به غذاهای ریز بشن نمیتونن به خوبی تجزیه بشن و در نهایت چون غذا تجزیه نشده تو روده ها هم نمیتونن جذب بشن و تمام مواد مفید رو یک جا ما دفع میکنیم. پس اینجور موارد حتما آب خوردن رو فراموش کنید، اصلا سمت آب خوردن نرید و اگر این کارو بکنید ممکن دچار زخم معده، نفخ و مشکلات گوارشی هم بشید. حالا 2 تا جایی که باید آب بخوریم: 1 بعد از خوردن 1 فنجان قهوه و 2 بعد از خوردن الکل. البته که الکل رو اصلا پیشنهاد نمی‌کنم استفاده کنید، یه ویدیو راجبش میسازم، حتما ببینید. الکل به مقدار خیلی خیلی کمش هم ضرر داره و کشنده است، ولی اگر استفاده کردید بعد از خوردن قهوه و الکل، به خاطر اینکه این 2 تا ماده به شدت مضر هستن، یعنی ادرار زیادی رو ایجاد میکنن و باعث میشن آب زیادی از بدن دفع بشه، حتما باید آب زیادی استفاده کنید بعد از قهوه و چای. از یه جهت دیگه، از جهت سلامت دندان ها و زرد نشدنشون هم بهتره آب استفاده بکنید. حالا تو چه ظروفی آب بخوریم؟ ببینید بچه‌ها، ظروف پلاستیکی تحقیقات زیادی روش انجام شده که آب معدنی ها ظروف پلاستیکی آیا واقعا برای آب خوردن مضر هستند یا داخل آب چیزی آزاد میکنن؟ بله، اگر ظروف پلاستیکی داشته باشید که اصطلاحاً اینجا نوشتم BPA داخلش داشته باشه، یعنی ظروف پلاستیکی BPA داخلش استفاده شده باشه، اونها ممکنه داخل آب مواد شیمیایی و مواد پلاستیکی آزاد کنن و مواد نفتی، خصوصا که آب معدنی‌ها در معرض گرما و در طی مسیری که جابجا میشن ممکنه قرار بگیرن و این خطرناکه. اگر ظروف پلاستیکی استفاده میکنید BPA فری باشن، یعنی اونا داخلشون نباشن که ما عملا نمیتونیم تشخیص بدیم، از ترجیحاً از ظروف شیشه‌ای و ظروف فلزی استفاده کنید. حالا یه موقعی میرید بیرون یا آب معدنی میگیرید میخورید، اشکالی نداره، ولی همون آب معدنی رو برندار بکن آب معدنی باشگاه، 1 سال ازش استفاده کن، دمارش رو در بیار. اگر برای باشگاه، اگر برای کوهنوردی، اگر برای بیرون رفتن یه ظرفی میخوای بگیری، حتما فلزی یا شیشه‌ای سبک باشه که بهترین ظروف برای نگهداری آب هستن. و در آخر یکی از بهترین تست ها برای اینکه ببینیم آیا آب بدنمون کافی هست یا نه، رنگ و حجم ادرارمونه. اگر حجم ادرارمون خیلی کم شد، نشونه کم آبیه. اگر رنگ ادرارمون، ببینید بچه‌ها، رنگ ادرار در حالت عادی باید به صورت زرد و زرد کم رنگ باشه. اگر زرد پررنگ شد رفت به سمت قهوه‌ای، یعنی چی؟ یعنی ادرار ما به شدت غلیظ شده، این یعنی بدن ما به شدت کم آبه. اگر هم خیلی آب بخورید، یه زمانی تجربهشو داشته باشید، شاید یه زمانی خیلی آب خوردید، میبینید که رنگ ادرارتون تقریبا بیرنگ میشه. اون موقع هم نشون دهنده اینه که ما آب زیاد خوردیم، که البته زیاد خوردن آب به اندازه کم خوردن آب خطرناک نیست. خیلی ممنونم که این ویدیو نگاه کردید. اگر اولین باری که با کانال من آشنا میشید
پیشنهاد میکنم که این کانال رو سابسکرایب کنید. کانال من راجع به آموزش پرستاری، پزشکی و سلامت عمومی. ممنون میشم این ویدیوهایی که چپ و راست تصویر هم ببینید. دمتون گرم. یا علی مدد.